این کلیپ دیگه قوطی خالی گاز کولرتو دیگه بیرون نمیندازم. میخوام یه ابزار فوق کاربردی برات بسازم که حداقل 15 تا 20 میلیون تومان قیمتش تو بازار. بریم تا ادامه آموزش یاد بگیریم. اول از همه یه دونه قوطی خالی گاز کولر رو تهیه میکنی که نهایتا 50 تا 100 تا بیشتر قیمت نداره. این قسمت شما باز میکنی مثل این تصویری که ما الان درستش کردیم. اینجا یه زانویی استفاده میکنی، یه دونه شلنگ پرس میکنی. این هم که نازل روغن هست که تو بازار زیاده و میتونی استفاده کنه. حالا این قسمت رو ما دادیم برامون جوش با هوا برش در آوردن، یه لوله 15 استفاده کردیم. شما میتونین از حالا ما اینجا کورکن گذاشتیم، شما میتونین یه دونه شیر نازل بذارین که روغن رو راحت تزریق کنه و اذیتتون نکنه. اینجا ورودی بادتون هست و اینجا یک درجه بذارین که ورودی باد رو مشخص کنید که فشار زیاد نیاد، روغنتون پاشیده نشه بیرون. این کلیپ هم دست به دست کنیم به مکانیکا و تعویض روغن برسونین که تو این اوضاع نرم 15 تا 20 میلیون تومان یه دونه دستگاه تزریق روغن بخرن. خیلی مخلصیم ارادت.